أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 3237 می باشد و در کتاب مسلم 1436 می باشد. ابو هریره رضی الله عنه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که شوهر همسرش را، زنش را به همبستری، به خفت خواب دعوت می کند، اگر همسرش امتناع ورزد، سرپیچی بکند، این شوهر در حال ناراضی، در حال با خشم خواب کرد، ملائکه ها لعنتها ملائکه حتی صبح ملائکه ها لعنت میکند. در دیگر حدیث آمده است که حتی اینکه تا که راضی شود، 2 روز، 3 روز، 4 روز ناراضی گردد، فرشتگان لعنت میکند. ببینید، فرشتگان لعنت نیز میکنند. فرشته هایی است که وظیفه دار شدند از جانب الله لعنت میکند. و اینچنین در دیگر حدیث آمده است که الله لعنت میکند. زیرا مرد وقتی که دلش همسرش را میکشد، نباید به عذر زنش سرپیچی بکند. اما در آنجا عذر شرعی باشد، بیمار باشد، باکی ندارد، فرشتگان لعنت نمی کند. اما به خاطر کبر یا به خاطر اذیت کردن شوهرش و به خاطر خودش رو بلند گرفته وقتی که امتناع می کند، یا که از جهت انتقام که امتناع میکند، سرپیچی میکند، فرشتگان لعنت میکند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا الرجل دعا زوجته لحاجته، وقتی که شوهر همسرش را به خفت خواب دعوت بکند، فلتأتیه، باید برود به نزدش، خودش را برعکس آماده بکند، زیبا بکند تا که شوهرش را راضی بکند. و این کانت علی تنور، اگر چنده که او در فرنها، در تنور نان پخته ایستاده باشد، او را خاموش بکند تا که همسرش را راضی بکند. ببینید، نان پختن یک کاری مهم است. او را کناره بکند. اگر چنده که تمامی کارهایش مهم است، باید بداند برود به نزد شوهرش برود، شوهرش را راضی بکند. زیرا حق شوهر بزرگ می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر من زنها را، کسی را به کسی سجده کردن را اجازت می دادم، می گفتم که زنها به شوهرتون سجده بکنید. بنابر حق شوهر بزرگ است. باید زنها بدانند که وقتی که مرد میخواهد که با همسرش همبستری شود، همان زمان بشتابد تا که شوهرش راضی بکند. بسیار تفریقه ها، جدا شوی ها از پس این خفت خواب می باشد که وقتی که مرد میبیند که همسرش در این حالت بسیار آمادگی نمی کند، سپس دیگر میخواهد که دیگر زن بگیرد یا که از این جدا بشود، اگر چنده که چند فرزند داشته باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: و این کانت علی التنور، اگر چنده که او نان پخته ایستاده باشد در تنور یا خوراک، امر مهمی داشته باشد. اکنون میبینیم که عکسش باشد چی؟ وقتی که زن بخواهد شوهرش تا که به او خفت خواب بکند، به این تهدید داخل نمی شود. وقتی که
شوهر نآید یا که نخواهد، به این تهدید فرشته ها داخل نمیشد. اما مرد تا میتواند تا 4 ماه با همسرش جیما نکند، اما از 4 ماه گذشت، 4 ماه 10 روز میگویند که در این وقت قاضی مجبور میکند که باید با همسرش خفت خواب بکند یا که همچنان به حال خودش نگذارد، همچون خودی به شوهر همسرش را نگذارد. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.